کلاس اول رو تعطیل کردم. امروز میخوایم حرف ب رو بشناسیم. خانواده حرف ب بچه 2 نفر است. ب کوچک و ب بزرگ. یه روز ب کوچولو به مامانش میگه که مامان اجازه هست من برم با آ بازی کنم؟ مامانش میگه برو عزیزم اشکالی نداره. ب کوچولو هم خوشحال میدوه میره در خونه آ. میگه میای با من بازی کنی؟ آ میگه که باشه بریم بازی کنیم. اینطوری میشه که بچه‌ها به دست آ کوچولو رو میگیره، با هم دوست میشن و با هم کلمه با رو تشکیل میدن. چی بچه‌ها؟ با. آفرین. با مثل بادام، باران، باقالی. آفرین. همه فهمیدن؟ خانم اجازه ما میشه یه چیزی بگیم؟ بله عزیزم، بیا برای بچه‌ها بگو. بچه‌ها شما نباید به دوستتون بخندین. دیگه نبینم از این شوخیا بکنید. بشین سر جات. بله اسماعیلی برو دفتر. خب بچه‌ها با مثل باران، مثل بادام، مثل کاپشن رو یاد نره. با من تکرار کنید. باران. سلام. سلام خانم. تا زنگ زدین راه افتادم. اسماعیلی برو بیرون تا من صدات کنم. آفرین.
آخه من این وقت سال مدرسه از کجا پیدا کنم ثبت نامش؟ خوشبختانه خانم اول سال هیچ مشکلی هم برای درسش پیش نمیاد ان شاءالله. یه معرفی نامه هم بهتون میدم که راحت بتونید ثبت نامش کنید. مامان جان برو وسایل تو جمع کن باید بری. چرا؟ میخوای بری یه مدرسه بهتر پسرم، برو وسایلتو جمع کن. کجا میری؟ میرم یه مدرسه بهتر. واسه چی؟ چون درسم خوبه. خوش به حالت. بچه همه با دوستتون اسماعیلی خداحافظی کنید. چرا میخوای مدرسه‌ام عوض کنی؟ چرا میخوای مدرسه‌ام ببری یه جای دیگه؟ مدرسه‌ام خوبه. از کجا من؟ آقای مدیر گفت دیگه. چرا من باید برم یه مدرسه دیگه؟ تقوی نره، ابوالحسنی نره، بوالحسنی هم نره. خیلی خب حالا میریم خونه مامان حرف میزنیم. من به خدا کاری نکردم. من فقط بند کفش محمودی رو بستم ببین. دستمو ول کن. دقیقه آروم بگیر. اون خانمه که بود؟ مامان محمودی بود؟ نه. کی بود؟ امیرعلی مامان جان یه خورده منطقی باش. خب منطقه دیگه یعنی چی؟ همه چی میگه منطقی باش منطقی باش. بریم ساندویچ بخوریم. نمیخوام. با سیب زمینی سرخ کرده. من همبرگر میخوام. یه بار دیگه بیاد اینجا من میدونم تو چرا در باز میکنی؟ بهت گفتم نیا. چی اومدی؟ کیفم. میدم بیاره مغازه. برو. امید بابا بودی بریم خونه. بابا اسماعیلی هم کلاسی جدیدمونه. اسماعیلی هم حالت خوبه؟ خوب هستی؟ چطوری بابایی؟ خوب هستی؟ اسماعیلی خداحافظ. خداحافظ. تو چرا اینجا وایسادی؟ آقا هنوز مادرمون نیومده. خیلی خوب برو تو حیاط تا بیاد. چیکار میکنی بچه؟ میخوری زمینا؟ ببخشید. یک ساعت مدرسه تعطیل شده. چقدر بچه ما رو اذیت کرد. امیرعلی تو واسه میاد تو پا میگیره شوت میکنه وارد هر بازه. مامان جان مامان بریم عزیزم. بدو 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 دیگه بابا بدو. مامان چرا دیر اومدی دنبالم؟ ببخش اگه مثلا مشغول نمی‌کنم چی؟ خودم کمکت. بابای همه بچه‌ها ماشین دارن زود میان دنبالشون. ما ماشین نداریم. تو دیر میای دنبالم. چرا ماشین نمیخری؟ میخریم بعدا الان پول نداریم. بابای امید از این ماشین گنده ها داره که سقفش باز میشه. اونا پول دارن. من پول داریم. من خودم دیدم. کمه. من چنده یه ماشین؟ گرونه. چنده؟ بس کن امیرعلی. نمیخوام. باید ماشین بخری. دیگه داری کلافم میکنی. خودت داری کلافم میکنی. پول مدرسه تو خرج کردی؟ با تو هم امیرعلی میگم پول مدرسه تو خرج کردی؟ میخوام پاستیل بخرم. بده من رسیدیم خونه میدم بهت. نمیدم. قرض. نمیخوام. میخوام جمع کنم ماشین بخرم. خسته نباشی. خانم پارچه ها. امیرعلی حالت چطوره؟ امیرعلی آقای پور یوسف با تو سلام کردی؟ سلام. این 20 متره، فقط 10 در 10 بیشتر نشه. شیشه های پاساژ جمهوری هم با خودتون ببرید. شب کارشو انجام بدیم برای فردا میخوام. کار میکنی؟ میخواستم مدادم بهترشم. با دستگاه؟ مگه چیه؟ برو مشقاتو بنویس بدو.
یه بار دیگه هم نزدیک این دستگاه بیای من میدونم با تو. مامان تو صدا میکنی؟ چیکارش داری؟ شیوا جون ببین قربونت بدم، من اگه دعواتون کردم به خاطر این بود که شما دیگه بزرگ شدید. زشته که با دخترها بازی کنی. تو باید با پسرها بازی کنی، شقایقم با دخترها. برو تو مامان، من الان میام. امیرعلی چرا در نگه داشتی؟ ببخشید. ممنون. خوبی؟ مامان پول میدی؟ چیه؟ مامان پولی که ضرورتم میرسی که میدی؟ مامان پولمو بده. بده دیگه، مگه نگفتی قرضه؟ بده دیگه. بده دیگه. الو خانم مرندی سلام. خوب هستین شما ستادی؟ من می‌خواستم یه سر بیام اونجا. نه اینم مال من باشه، اینم واسه نه هیچی نشده. حالا میام میگم. فکر کرده با این کار راحت میشین. گفتم بهت با خودت ببرش. گوش کن حرف منو شیوا. آخه همه چی میریزه به هم. اصلا نترس. به خدا همه چی درست میشه. آخه قرارمون این بود تا زمانی که تکلیف بازم که داری حرف خودتو میزنی. مطمئن باش این بهترین تصمیمه. خانم مرندی داریم اشتباه میکنیم. مگه من اون موقع بهت پیشنهاد ندادم همو نبینن؟ حالا میگم بهتره ببریش. نمیدونم گیج شدم. حالا با سرعت میره جلوی دروازه، یه شوت هوایی توی دروازه، گل. امیرعلی بله. اجازه گرفتی دست زدی به اینا؟ چی کارش داری شیوا؟ مال امیرعلیه دیگه. بازی کن مامان، بازی کن. باز چای میخواد؟ یه خدا زود باش. همینجوری همو نخوردم. برگرد یه دقیقه مامان اینو برش بیار. اون چی شده؟ هیچ. برش بیار مامان. ولی گفته باید بالا باز مدرسه بیار. برش بیار. اون چی شده؟ نکن اینجوری. میخوای مدرسه هم عوض کنی؟ نه. نمیخوام، میخوام برم با بچه ها اصلا من خورد نکنم امیرعلی. ببینم درش بیار دیگه. هجاب بس میکنه مامان. درش بیار. میخوای دعوام کنن؟ نمیخوام. میخوام برم مدرسه، نمیخوام. دستو بگی بالا. دوست ندارم. گفتم دستتو بگی بالا. چی شده؟ هیچی بابا. اینجا بسته. ببخشید. ببخشید مامان. بپوشش اینو قشنگ. مامان تو رو خدا ببخشید مامان. باشه مدرسه نمیری امروز. مامان دیگه گوگو میخوره. مامان تو رو خدا ببخشید. یه لحظه.
به چه تدیگی. میخوری امیرعلی؟ بیا 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 عزیزم. نامه‌ای که نوشتم برات فردا به آقای ناظم برات غیبت نزن. همه مشقاتو نوشتی؟ آره. فردا میخوام برای پسرم پیتزا درست کنم. میخوای فردا بعد از مدرسه بریم پارک؟ نه. بریم خونه شقایقینا. ها؟ من نمیام. چرا اینجوری میخوری غذاتو مامان؟ بخور شامتو دیگه درست. بشین. خب دقت کنید. بابا تاب بست. بگو. بابا تاب بست. او توت داد. آفرین. بگو او توت داد. اینقدر خودت اذیت نکن خواهر من. غیر شما کسی گوش نمیده به حرفم. من که کاری نیستم. کجا برم؟ به خدا روی خوشی نداره. شما هر روز میایین اینجا، من خجالت میکشم. به همین برکت بارها باهاشون صحبت کرد. تو رو خدا باز حرف بزنیم باشون. تو رو خدا. بچه من تازه فهمیده پدر داره. لا اله الا الله. کوتابیا نیست. خانم من راضیه. مادر خانم من میتونم راضیش کنم، اما خواهرش به هیچ وجه رضایت نمیده. بله من میدونم، میفهمم. بالاخره برادر دوقلوش بوده، خیلی وابسته بودن به هم. ولی این همه سال گذشته. خیلی از آدمایی هم که اونجا بودن، خیلیاشون شهادت دادن که برادر خانم مرحوم شما اول دعوا رو شروع کرد. تکرار این حرفا دیگه فایده ای نداره. ببین چجوری سر پارکه ماشین بدبخت شدی. پارکه ماشین؟ این وسط یه آدم مرده. پس تکلیف خونه اون چی میشه؟ 5 سال من یه چشم خونه یه چشم اشک. همه این سالا نذاشتم بچه‌م بفهمه باباش زندانه، که اگه یه زمانی قصاصش کردن یه وقت. ببینین اگه تا الان این حکم اجرا نشده حتما حکمتی بوده. والا به خدا قسم اون بدبختم تو زندان ریخته به هم. نامه درخواست طلاق داره تا خودش از بلا تکلیفی راحت کن. منم یه آدمم دیگه، کم آوردم. برادری کن شما. اونام روزگار خوشی نداره. مادرش هنوز نتونسته یه کلمه حرف بزنه. برزخم. به خدا زندگی منم تو برزخه. تکلیف زندگیمو نمیدونم. سلام. برم یه روزنامه بگیرم.
موقعی که فهمیده بود پسرش با امیرعلی توی مدرسه، منو مجبور کرد مدرسه امیرعلی رو عوض کنم. من گفتم چشم، هر کاری شما بگی من میکنم. ولی آخه شما بگو گناه امیرعلی چیه؟ برگشته به مدیره گفته من نمیخوام بچه قاتل برادرم توی این مدرسه باشه. گناه یه بچه 7 ساله چیه؟ باشه، شما برین، من بازم میرم باهاشون صحبت میکنم. ماما بیا دیگه. مواظب ماشین باشه. دستتو بده. زنگ ورزش فوتبال بازی کردی؟ نه. چرا؟ با تو هم چرا عزیزم؟ دوست ندارم. اگه بخوای بری باشگاه فوتبال باید خوب باشه. دیگه نمیخوام برم باشگاه. چرا آخه؟ دوست ندارم. Hey. دست درد بیا. نکن. چقدر؟ بی خیال بابا، کارت خودمه. امیرعلی غذاتو گذاشتم تو آشپزخونه رو میزه. گشنت شد بخور. بذار تو مایکروویو گرم شه. مادر جون اگه زنگ زد بهش بگو ولش کن، خودم بهش زنگ میزنم اومدم خونه. فقط نری بیرون باز بدون کلید پشت در بمونی. خب خداحافظ. امیرعلی خداحافظ. سلام، ما خونه نیستیم. برامون پیغام بذارید لطفاً. خداحافظ. الو. الو. شیوا. الو. این محله گولسه. خب اگه گولس بیافته زمین دوباره زنده میشه. هم باید میکنه هم بذار منم بازی کنم. بذار بازی تموم شه. بابام برام یه دونه از اینا گرفته، از اینم بهتر. بابای منم واسه من لباس بنتن با سازش که نور میده روی دیوار خریده. من رفته بودیم پارکرم، یه دونه سرسره دست به این گندگی. تو به بابا جای نمیری؟ به تو چه بیا؟ بابا نداری؟ چرا دارم؟ به خودت گفتی بابا نداری؟ اینم بابام من داره. این داره بزرگاست. کونست بابا. نه خیلی سالمه. کونست بابا، به درد نمیخوره. برای چی دعوا کردی؟ میخوای روز مدرسه تو عوض کنم؟ تقصیر توه. باریکلا، تو دعوا کردی تقصیر منه. یعنی چی؟ چرا گفتی نیست؟ چرا گفتی رفته؟ چرا گفتی؟ داد نزن. مجبور شدم. منم مجبور بودم. آفرین. باریکلا. آره باریکلا به خودت. تو مدرسه به من گفتم بابا نداری. چرا گفتی؟ بریم پیتزا بخوریم؟ امیرعلی گفتم پیتزا. گفتن نه. یهو دوزاریم افتاد. آقا کلید کردم رفتم جلو یارو میخ وایسادم تکون نخوردم. نوبتم شو رفتم تو اتاق بیستام خوردم.
پا شدم به بهونه لباس عوض کردن. وایسادم داشتم یارو رو نگاه میکردم. آقا یارو اومد تو، نگاه کردم دیدم رنگ از رخش پریده. سربازه گفت چته بابا؟ دراز بکش دیگه. آقا این یارو گولاخه دلا شد، این پاچه‌های شلوارشو کرد تو جورابش، بوجن کل اتاقو برداشته. میشه بری اتاق خودت جوک تعریف کنی؟ جون؟ من این بالا خوابیدم. فردا امتحان داری؟ برو من یکی تخت بشین. تو نمیری این معلمه داره میره رو اعصابا. من دنبال شهر نیستم. تو نگو شهر بابا، دهنت جر میخوره. مگه تو مال این حرفایی؟ نرم چی میشه؟ ها؟ مگه سلول دین همینجاست. کل بند مال آجتت مای تیچر، فهمیدی؟ کل بند کلشو داد. آره دیگه. همش درد سر. آقای مراقبه الکی شلوغ میکنن بابا، یه گپ دوستانه بود. نشونت بدم. چیکار کردی؟ ساعت چنده؟ نزدیک 12. یه کاری کن ممنون ملاقات نشن. اصلا حرفش هم نزن. ایزدی خیلی عصبانیه. شاید پسرم بیاد ملاقات. وقت دعوا کردن بود؟ خب تو که آدم آروم بودی، چرا با اینا دهن به دهن میشی؟ آقا زوایس پام خوش. بشین. یه کاریش بکن. بذار ببینم میتونم نفاشو ببینم. اوه گاو موزاییت. اوه ایزدی اومد. از اول نباید این تصمیم میگرفتید. وقتی هم گرفتیم باید تا آخرش ادامه میدادیم. مجبور بودم. چه اجباری؟ تا کی میخوایم بچه رو بعد ساعت ملاقات بیاری؟ اگه خدای نکرده بخوان حکم اجرا بشه، میدونی بچه چه ضربه‌ای میخوره؟ 5 سال پیش وقتی اعظم به من گفت تو شوهر چه تصمیمی گرفتی، من مخالف بودم. یادته یا نه؟ بله. نه اون تصمیم درست بود، نه این. نمیدونم آقای ایزدی، به خدا دیگه فکرم کار نمیکنه. هنوز میری پیش رضایی؟ هر 2 روز یه بار. اوضاع فرقی هم کرده؟ فقط خواهر دو قلوش. بهزادو چیکار کنم؟ این آخریا چند بار تو حرفاش گفته میخواد خودشو خلاص کنه. الانم که نامه درخواست طلاق داده. یه جور دیگه بهش روحیه بده. از بقیه کمک بگیر. قرار نیست که همه بار تنهایی رو دوش بکشی. از اعظم بخوا یا اون خانومه. کدوم خانم؟ کشاورزو بگیر. همون خانومه که میاد ملاقات. کشاورز با چند تا بچه‌ها برین سمت زمین فوتبال. فکر می‌کنم اون غفاری میخواد دردسر درست کنه. سریع جمع جورش بکنی. این دفعه هم خواستی بری بر رضایت، حتما با اعظم برو. امیرعلی کلاس چندمی؟ چند تا دوست تو مدرسه داری؟ من مامانمو میخوام. میاد مامان میاد. مامانو که اذیت نمی‌کنی ها؟ مامانمو میخوام. بیچاره شدم تا جورش کردم. بیا. یعنی تو زندگیم تا حالا همچین غلطی نکرده بودم. جبران میکنی. کی شروع کنیم؟ چی رو؟ برای کنکور.
ببین وقت خودت چجوریه؟ من 4 به بعد آزادم. باشه کتاباشو بگیر شروع. اگه مدرکم بگیرم خیلی خوب میشه. زن لیسانس میگیری این کارا رو هم باید بکنی دیگه. بابا قضیه این نیست که پای حقوق هم میره بالا. خیلی وقت بود پسرتو ندیده بودی؟ 5 سال. شناخته؟ هنوز غریبی میکنه. ردیفه. اینقدر از سر کولت میره بالا، اینقدر از سر کولت میره بالا که کلبه بشی. خودش درست کرده؟ من درست کردم. بازم بلد از اینو درست کنه؟ دوستش داری؟ واسه من؟ واسه تو. خوبی؟ آره. چشات یه چیز دیگه میگن. غیر من کسی میاد ملاقاته؟ کسی نمیاد. از چی میخوره؟ علف. علف؟ اسمم داره؟ نه این خودت یه اسم براش بذار. مامان اسمشو چی بذارم؟ بذار رخش. رخش؟ نه رخش خوب نیستش. اسم زولا قویه. تورنادو. آره تورنادو. سفینش بنزنم بلدی درست کنی؟ باشه. یه دونه هم به شرطی که درساتو خوب بخونی. درسامو خوب میخونم، مگه درسامو خوب نمیخونم؟ چرا مامان؟ مامانم گفته اگر درستو خوب بخونی تابستون میفرستمت کلاس فوتبال. فوتبال بلدی؟ آره مثل مسی بازی میکنم. مسی حالا پشت توپه یه شوت میکنه یه شوت که اصلا توپه. بالاخره با ما حرف زد. اون زنی کیه میاد ملاقاته؟ بهت میگم حالا. یعنی چه؟ خب الان بگو. گیر نده دیگه باشه. خب کیه؟ اینا رو خوندم ببرش. اون کتابایی که خواستی برات پیدا کردم از پاسای صفوی. دفعه دیگه میارم من. نه عجله نکن. چرا؟ یه چند روز اصلا تمرکز ندارم. چقدر زود میگذره. امیرعلی مامان بیا بریم. بیا وسیله من بیا. اینجا نه اینجا نه.
پیشمون؟ اون کیه؟ اون که به امینو داد. آره میره. اون تو زندان چیکار میکنه؟ بابات باید یه چند وقتی اونجا بمونه. آدم بده؟ نه اصلا. اتفاقا خیلی هم آدم خوبیه. خیلی هم تو رو دوست داره، خیلی هم مهربونه. پس چرا اونجاست؟ چون مجبوره. مواظب آدم بداست. بابا معلمه. پاشو مامان جان. پاشو برو تو جای خودت بخواب. نه امشب میخوایم اینجا بخواب. مگه خودت اتاق نداری؟ تو رو خدا. مگه من بهت نگفتم قسم نخور؟ مامان نکن با دستت اینجوری. اگه میخوای امشب اینجا بخوابی اول باید بری تلویزیون خاموش کنی. شما. کی نگاه میکرد تلویزیون؟ شما. مگه من به تو نگفتم تلویزیون نباید الکی روشن باشه؟ الان یعنی خوابیدی؟ آره من خوابه بود. آره فسقلی. آره آره. راستی اینو بابا درست کرده؟ آره داده در دستین پنجه مرنگم بودن درست کن. مگه بابا چی کاره است؟ بابام پلیسه. لباس پلیس هم میپوشه؟ نه از اونا نداره. بیا. بابا پلیس مخفیه؟ آره بابام پلیس مخفیه. دزدم گرفته؟ یا عالمه. چجوری؟ یه دفعه بابام تو ماشین پلیس نشسته بود، دزدم توی ماشین دیگه. دزدش هم سرعت فرار می‌کردن. بابام یه دستشو گرفت به فرمون. تفنگشو از پنجره آورد بیرون. توف 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 توف. شلیک کرد ماشین دزدا 10 تا معلق زد بوم ترکید. خب من خودم دیشب فیلمشو دیدم. دروغ نمیگم. چون بابام پلیس مخفیه گفته به کسی چیزی نگم. تازه دیگه اسب من بهت نمیگم. اسماعیلی سب کن. نه مسئول ببینم تو دست خودم. بابای تو از این پلیس عصبانی ها؟ نه. با مامانت دعوا میکنه؟ نه بابای من مهربونه، مامانم رو دوست داره. اگه بتونی کلمات حفظ کنی دیگه گرامر کاری نداره. نه تو مخ من نمیره. خب فیلم خارجی هم ببینی زبون اصلی کمک میکنه. انقدر مهمون تو خونه داری نمیشه فیلم دید، اونم خارجی. این فیلم خارجی هم 10 دقیقه یه بار باید بزنیم جلو. این معنیش چی میشه؟ What do you see in the picture? یه بار دیگه بگین. What do you see in the picture? این که سی که میشه دیدن. بعد این و what do you see میشه تو عکس. چی دیدی تو عکس فکر کنم. What do you see in the picture? کجایی؟ اگه قصاصم کنن چی میشه؟ تا حالا که نبوده، حتما یه خیریه. نگران خودم نیستم امیرعلی. نگو اینجوری. تا وقتی امیرعلی رو ندیده بودم همه چیز راحت تر بود. میگفتم رضایت نمیدن هرچی خدا بخواد، ولی از وقتی امیرعلی رو دیدم همه چی برام ریخت. بذاریم برای فردا. باشه. ببخشید. یه پاس دیگه واه هوایی هم میزنه. یه پاس دیگه توپا میگیره. یه پاس هوایی. یه پاس میشه بابا یه از اینا برای من درست کنه؟ باش. اینم نه. میخوای بگم بابام باید یه چیز دیگه درست کنه؟ یه عالمه چیز دیگه برای درست کنه. سفینه بنتن، سفینه مردنکبوتی، کومیایی. نه من همینو کنم. این قشنگ‌تره. باشه ولی یه شرطی داره. چه شرطی؟ دو شرخطو بدی من یه دور باش کنم. اینقدر نباشه که شکوندی شا. باش.
خانم قصاص حق ماست. خدا این حقو داده به ما اگه قصاص بخوایم گناهه؟ نه. ما هم که از اول همینو گفتیم که ما میخوایم حکم اجرا بشه. خدا رحمت کنه برادرتونو، ولی اگه این آقا بره بالای دار دلمون آروم میشه، آرامش پیدا میکنیم. یه پسر 7 ساله داره. اونم نامزد داشت خانم. اونم یه مادر داشت، صبح تا شب نشست رو این تخت قربون صدقش میرفت. الان یه کلمه هم حرف نمیزنه. قدرت تکلمش رو از دست داده. میدونین چرا؟ چون داغ دیده. داغ جوون دیده. این بچه بعد از 5 سال فهمیده که ما پدر 5 سال جوونمون رو از دست دادیم خانم. بذار حرفشونو بزنم. تو ساکت باش. به این برکت حال شما رو میفهمم خانم. خودم داغ برادر دیدم. برادرم 18 سالش بود رفت جبهه. بعد از 20 سال 2 تا استخون و یه پلاک آوردن گفتن این همون جوون شماست. خانم برادر شما شهید شده. بخشش شما هم کم ارزش نیست. من داغ برادر جوون دیدم. شما حرف از ارزش میزنی؟ من از سهم خواهریم نمیگذرم. تو اگه از داغت میگذری بگو. دارم با مامان حرف میزنم. بگو بلند بگو چرا نمیگی؟ چرا نمیگی بلند بگو همه بشنوم. بلند بگو. آخ جگرم سوخت. آخ کمرم شکست. آخ پسر دست گلم پر شد. بگو بلند بگو همه بشنوم. بگو همه بشنوم. میخوام بشنوم. آروم باش. خداوند حکم همه چی رو قطعی داده، ولی در مورد قصاص گذاشته خودمون تصمیم ما تصمیممون رو گرفتیم خانم. میدونم، ولی برادر شما ما گوشمون از این حرفا پره خانم. برادر دست گلم مرده، جوون صحیح و سالم، صبح از این در رفته بیرون، شب دیگه برنگشته. خانم اینا که با هم دشمنی نداشتن. بفرمایید خانم. زشته. بفرمایید. چی زشته؟ چی زشته برای خودت حرف می‌زنی؟ ببخشید خانم زیاد. تو حق نداری به جای همه ما تصمیم بگیری. میخوام تقاص خون برادرتو بگیرم. مامانه که باید بگی چی میخواد. کاشون یک کلمه میتونست حرف بزنه. امیرعلی تو دیگه ماشاءالله بزرگ شدی. خودت باید بتونی هفته یه دفعه ناخوناتو بگیری. کاش آقا جونم میآوردی. کار داشت. منم خواستم 2 کلمه مادر دختری با هم حرف بزنیم. امیرعلی تشکر کردی از مادر جون برای جایزه خرید؟ آره. خوشگله. چرا اینا رو پرت میکنی؟ میگم خوشگله. آره خوشگله. تو باید خودت وسایلتو جمع کنی. ای با دامبول بزن دابات خوب بشه. آره عزیزم قربونت برم الهی، ولی پاتو بده ولی بگیرم. درد داره. آخ بده من بگیرم. حالا آمپولتو بزن. چای دم کردم مامان حاضر بشه. بعد چی میگه رو بودی ملاقات؟ گناه این طفل معصوم چیه؟ من هر کاری میکنم به خاطر امیرعلی میکنم. تو میدونی با این بچه چیکار کردی؟ چی کار کردم؟ پدرشه، شوهرمه، زندگی کردم باش. زندگی کن. تو هر جور دوست داری زندگی کن، ولی آینده این بچه رو خراب نکن. مامان جون بیا برات داروهاتو نوشتم. برای داروخونه بخر خوب. مرسی، دستت درد نکنه. میخوای برای آقا جونم بنویسم؟ نه خودمون نمیبرمش دکتر. تو برو وسایلتو جمع کن. اگه برم وسایلمو جمع کنم میمونی پیشمون؟ شاید بمونم. فعلا برو وسایلتو جمع کن تا سر خود. بیا برو بیرون یه دقیقه. مامان به مامان جون بگی بمونه پیشمون. آره حالا بیا برو بیرون. تو میرفتی ملاقات بهزاد؟ دست از خریتت بردار. تو وادارش کردی درخواست طلاق بده؟ سبزر بده. امیرعلی چند تا 20 داری؟ 29 تا. باریکلا. چند تا 100 آفرین؟ من چند تا بود؟ 48. 48. بیا. کاپشن. بیا.
درسته. میپرسم. مطمئنم یه چیزی آماده کردن. دست درد نکنه محسن جون، این کار فقط از عهده تو برمی اومد. خدا خیرت بده، خیر ببینی. این بنده خودم آره الان اینجاست. باشه خیالت راحت. آره نه خیالت راحت باشه. خداحافظ. چی شد؟ بزرگای فامیل جمع شدن برن با سهیله و مامانش صحبت کنن. یعنی امکان داره؟ توکل به خدا. خدای شکرت. خدای شکرت. فقط اینا چون میخوان یه سرپناهی برای مادرشون داشته باشن، میدونم بله. دیگه مستاجری. بله حتما، من کلی از پول دیگه رو جور کردم. یه مقداری مونده که اونم جور میشه. توکل به خدا. نمیدونم با چه زبونی تشکر کنم ازتون، برادری کردی. هنوز که هیچی مشخص نیست، بذارین حرفاشونو بزنن. من دلم روشن. توکل به خدا. بیا کیفتم بگیر. باریکن. به چرخ من بندازم برات. قرمه سبزی تو یخچاله، بیا اینجا. قرمه سبزی تو یخچال گرم کن بخور. کلیدم برات گذاشتم تو اینجا. کجا میری؟ من زود برمیگردم. فقط اخیامون راحت میشیم مواظب باش. برو خداحافظ. خداحافظ.